دوم از ناحیه مهسا شمشاد عبداللهیف ناحیه رشت. شمشاد و شریف پهلوانان ناموری میدان امروزه، یکی از مهسا دیگری از رشت حالا هنرنمایی دارد. با سعید مومن هست یکم طلبکار. محسن شینه کی برادر شینه و دیگر یکم کس مانیه ایجاد نکنه. شین شمکدار برادر شین آمدی شین برادر شینه دا مردمی اون طرف هم به نظر گیرید. شینه مرحله آخرین نیروسنجی هاست. آقای اکابر خلاصه در سمت آماده‌سازی چهره های دیگر و پهلوانانی که آمدند، جهانگیر و عادل و چند تن مهمانان دیگر، خواهشمندیم توجه کنید به مرحله آخرین. جوانمردی سلامت باشید و بهار نیست قدم مانده است. خیلی پهلوان محبوب تا 100 کیلو را کسی باشه میگیره. میگم خودش 80 کیلو. یک خنده تزن برادر عزیز اکنون پهلوانان گرانوزن 90 انجام یافت. جمعی 90 ایوب از ازبکستان، صبحیدین تاجیکستان. حزب یک خلعت پهلوان ازبکستان را دسترس کنید. دخوفکه قالب باز 200 سامانی دیگر بالای آن تحفه زن. پهلوانای دیگر وزن جمعی 90 خواهشمندیم نزدیکتر باشد، زودتر بیایید. اگر دعوای نیروسنجی و میدانداری داشته باشد برای شما همه امکانیت را فراهم کرده است. محسن جان خیلی برادر یک بار دیگر سلام کنیم. قشنگی میدان امروزه یک قرصک زنیده که محسن که عزیزترین
حسام جمهوری ازبکستان، سعید مومن محمدov جمهوری تاجیکستان. و هر دو وقت توی گل و زفریار جریان هنرنمایی را اندکی باز هم تقویت خواهیم داد. کشورزاده یک گل کپر از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت 500 سومانی دیگر بالای آن توفزم و هر دوی بالو برو گوزین جان هم این راپولی ازبکستان رو تیکر داره یکی دیگر یکی دیگر اکنون یک مرحله دیگر احیا می شود. چای آمد گپ رفتن نگیره ها بیا رفت. خب ابوبکری اکابیر هنرنمایی پهلوانان وزنی جمعی نوبت فرصت فرا رسید. محسن و سیمومین در مبارزه بعدی میدانداری میکنن. پهلوان محبوب کشور یک تن از چهره های خیلی شناخته ورزش پلچوان ابوبکری اکابیر تنتنه رو میدان از دلیران است. آها انا جورا انا کاری نمیشدگی نیست برادر یکوبی مکافات سید از رو یک اسبی اکنون 4 می برادر یک اسبی 5 سال زین رجان دوسنگو چی؟ الله خوندن هر دو وقت سعادت کنیم. الله اکبر تشکر. همه موسیقی را تنظیمات برادری هم Go,